زن کاکا میخوام دو لاک روپه رو بخوریم. من مادرم 20 بار گپ زدم گفت که دو لاک روپه رو ما نگرفتیم. خودت میگرفته مادر میگه ما نگرفتیم. این چه رقم موضوع است؟ کدامتون دروغ میگید؟ ما فهمیدمش نفهمیدم. زن کاکا جان پیشروی ما میدادی، یک نفر شاهد میکشید. 2 لاک روپه مسئله یک روپه خو نیست. خب ما نبودم خوارم خوب بود. تو را میگم چه بیای طرف صدای ما میکنی چه باش. گفتم که خانه خاله مست اینجا نیستی چه بشی؟ نیال تا جایی که میگم شما دیگه چی بگی وار خودشون بیاد در وضعیت خود دیگه لر بله ده پس خودی بهتر کنه دیگه. دختر خود داره میگه وقتی دختر اداره کرده نمیتونه دیگه هر کار کرده دیگه خلاص شد گپ از گپ تیر شد دیگه خلاص شد. چه نمیگرفت بچی خود این چی دلیل چی گپ گرفتنی که نبود یکی خلات زن کاکا جان نمیخوایم نمیگیرم بچه تا چی گفت کردیم تو داخل این غم بالشتون ماندی سعی دختر یک چیز میگم تو خونه بود چرا تو شدی اینا خدمت در خانه میشنی وقت برای اجمل قسم میکنی نکنیم بچه باز میخزی اکسی میره مگریزه این زنش برای جوان من میمونه رخته نمیتونه باز اجملم خو عضو این خانه است حال که باشه خب بیادر کلان دست حساب نداره حوصله نداره میخزه چپش میکنه میزنش یا مگریزه میره باز نکنه دار خدا قیامت شده بود این خانه اونمو بود که آوردشه حال که او را نگویم خیکی را بگویم تو را که بگویم تو پشتی از او را میکنی تو به می قیامت شده دار جو قیامت شده اینه خیلی گپ میشه وقت از من قسم میکنی بعد از ورد شرم است آخر این درداری خانه خسرانت میری اونجا بازم تو میکنی من از خود خونم کسی از من فقط از فردین نمیگم که امور اصلاح کنم من خب دختر جان فردین نگو فردین میفهمی که سیگرت میزنه حوصله نداره یا دلت میکنه یا از خانه میخزه ما بریم زنش برای جان من میمونه نشد که یکم تو میلا کردی و هم سیگرت ایلا کرد تا هم نسواره ایلا کردی نمیفهمین در خوبی هم نمیفهمین شما آل ماندن والایت نیستم خوب شد که دمی نیم را یادم آمد این آله ما کل موضوع را میرم با اون اسوریگه قصه میکنم تو سر دخترایت مینازی آل ما هم سر دگه نفرها مینازم ترد بسازم خار جغل کنی خودت بگی بیا ولیاز خدا بیا یکی دختر خوش کو بگی به بچید در مفت ایلاش نمیکنم یکیشان دولی نیست کلشان مرغانچه وارم در مرغانچه خود در آمدن آله ات چرخ تا در چرخ بیارم خدا مرا کله داده میگه تواره بگی دمی درزش دی که دپله شوه چوب مترال دپله میسازم خانه هستین؟ بیا چطور هستین؟ غلط کردی علاش که نفتی بید مر بچیم دست دارم میگی الله خیلی چه قضینه هایتان چه خور است فقط که در جای یعنی من از کمر فرج کردم ننو جان فنی چطور هستی دخترم؟ خوب هستی؟ گلا زن ماما صحت آمدی بخیر چطور هستی ننو جان؟ خوب هستی؟ صحت من
آل دلت نمیشه چطور شد که مرا یاد کردی؟ چطور شد که مرا یاد کردی؟ مثلا زیاد خفه هستم یک دفعه در زیر خانه برواز نمیکنی. بشی اقا نمیگی که انسانیت یاد نداری که بشی نمیشون که ازت گله دارم وقت استاده پایی گله تشروع میکنی. خب شما خوب انسانیت یاد داری که یک یاد نمیکنی باشه اینجا ننیم خیر است که غریب از بیچاره چیز نداره. نه که چرا تاج سر ماسی نور چی ماسی غریب پندوس که ایمان ندارم. خچه پرسان بس خواست من نمیکنیم امروز چطور شده که ماسی مفته است که هم سو برامده تو اومدی؟ با خدا امروز خانه ینگگه که رفته بودم انس پرا دور خوردم گفتم باش که یک دفعه میرم ببینم امین امیمان ببینم. خداوند چی انداخته که تو بخیر فبر اولا بیچاره رو بگی نانی هم خیر است یک ننویت از بخاطر شوید خوارش است. خدایا در چی جنجال گرفتار شدم. یک جنجال حل نمیشه که دیگه جنجال برام پیدا میشه، دیگه جنجال حل نمیشه که دیگهش پیدا میشه. خدایا چی بلا روز سرم آمد. خدایا ما خب کسی بدم نرساندیم، بدم نکردیم، چرا مردم کتمای تو بد است؟ نمیفهم چرا. خیرهای ما گم کردیم چی کنم. مادر جون چرا بچه؟ پریشان هستی؟ بچه چرا؟ هیچ خوب نیستم هم تو بچه میرم. پیش دکتر بریم؟ مریض هستی؟ نه بچه پیش دکتر نمیرم. خیلی چرا؟ هم تو بچه خود انسان از زندگی دیگه. یک روز یک فکر انسان میباشه. بخاطر سنات جگر خون هستی مادر؟ آیا یک گپی نمی سنات ها بچه چطور جگر خون نباشم. خیر مادر جون تشویش نکنم چیز حل میشه. چه قسم حل میشه بچه؟ چرا قمال خواهد شد؟ ما خود دیگر رای ما گم کردیم. یک راه را بگیری دیگر راه پیدا میشه، بعد دیگر راه را بگیری دیگر راه کدام سو بگیری؟ چی کنارم؟ مادر خیرای حلش چی است؟ چی میشه آخه؟ این موضوع رو بالاخره ختم باید کنیم. و قسم نمیشه که تو هر روز پریشان باشی. یه حالت تا مدیده نمیتونم جگرخون میشه مادر جان. دخترم خیلی چطور کنم؟ چی کنم؟ چاره چی است؟ دیدی که بیبیاجی چی گپای نبود نگفت. چی چاره دارم بچه؟ کدام سو بگیرم؟ یک سر هستم. اگر لازم باشه خب من قربانی میتم، مقصد تو خوش باش. باز چی گپ است؟ آسونا همراه تو گپ میزنم. آسونا گفتم باز چی گپ است؟ باز چرا گریان داری؟ آسونا طرف مسایی که باز چرا گریان داری؟ چیز شده؟ فردین چیز گفته؟ مادرم چیز گفته؟ چرا گریان داری آسونا؟ خسته شدیم از کل چیز خسته شدیم. ما خسته نشدیم آسونا، خسته شدیم. ما خدا خسته شدیم. چی فکر میکنیم؟ ما خیلی راحت تیر میشه این روزا. بچه باز بیبی طرف خبر شدی یا نشدی؟ مادر جان ببین باز رفت پشت از اون مردم گرفته. ایلا بتین پشت از اون مردم که یک نفر نمیخواه چی کارش داری نمیارمش خاک در سرم ینگه میکنم که در خانه ما بیای. او جان مادر قربان چم این مام پشت این بیبی علاقه این دو دفعه بیبیت میگه بیا بریم من نرفتم سیس مام باز ببین حالا خدا کار خدا شاید تو جاری ده چرا نمیکنی که میجا بالام در پسش حالا برو جاری تکو میبینی که گپ شروع میشه میای پیش استاد میشه خوب میکنم بچه قدم حالی میگه چرا بیبیم پشت امور اعلان نمیتن سیس حالا شما این دختر از ثواب خیر خانه‌دار میشه شوهردار میشه باید گپا رو بفهمی این بیبیت حتما پیسای کوری و کبوتی خدا برده داده با ملالای این چرا قشال از پشت از دختر
هیچ مصاب نیافتم. خال پیسه خدا بگیره دختر چی میکنه؟ دختر اصلی رو که پیسه پس بگیره. دختر هیچ کار نداریم از خاندان. او تو که گریزی باشه، تو فراری باش، هیچ کار نداریم. چی میکنی؟ صبر زاروس بیاری آروز بخیز بر خانه خاله. تو فهمیدی گریخته؟ من نمیگم گریخته. چرا نشانم میده خدا؟ او دختر سیاست هستی، گپار نزن، سیاست هستی. دست مردم گپار نزن، بد است. شرم است. خاله چرا خی خدا نشانم میده؟ گناه داره بچه این پشت مردم نگه ما تو دیدیم. چرا ما گناه نداریم؟ امیر خود چه بچه من بیرو شیرینی تو را بتم. دلت نباشه نمیری؟ نه مادر جان یک گپ بگویم. یکسان کرده نه صبر کن ملکه جان. مادر جان من که از اول یک بچه را نگیرم میگم برات مادر جان من اینو نمیگیرم. من ترقه زبان میتونم زبان تا از پشت ببرم. نه بیا برو. تو که چورسی میکنی اما یک اول خبر بیالا توبه بگو اشار بگریز. خوب است زن؟ چیال داری دخترم خوب هستی؟ نواسایت خوب است؟ شکر خوب هستن هستن دیگه. چیال داری خودت؟ این نام خواه ماشاءالله دخترتم چون شده؟ نام خدا این اشوی شده بخیر. نام خدا دخترم از هیچ کس کمی ندار شکر نام خدا قدر بی اندام بی مقبول رو ببینی از هیچ کس دخترم مایده چیره؟ نام خدا خواستگار داره که دیگه تو یکی صبح یکی دیگر خوبتشه؟ تو که بدل پیدا نشه یک آدم سه آدم خوب نباشه یک آدم خوبه بیادرزادی ما چیزا بیادرزادی ما بیتی که خبر کردیم نه تا نکنی اما دختر نانو مام گنگس گول هستم فکرم کجاست که دست که اصابم نارام از گمش که خوارم چرا اصاب خدا نکنه چی بگویم برات بخیر آگمک شدیم تو که اصاب تا نارام نشه خانه ما خیاط نمی باشه که من اینجام برو میام و قدرم خیلی نیست نانو جان با او حتی اصابم خراب باشه که ما بیایم پیش تو ما از خاطر یک گپ بسیار مهم آمدیم. خیرت باشه چی گپ است؟ از خیرت تیر است. بگو بیخور خطایم سختی بر بچه می گلاس چای بان دخترم چای تازه بانی خوب بچه دو دختر اوگین دم کنی که مرتیره بعدم میایم بارامی چای دم کنی بیادره کتا اینمی ینگگه کت سفید بینمک اینمی بیادره کتا ایران میران نبرده خدا میدانه که او را کشته او زنده است او را کدام سپرده یا کدام جای قید است یا کدام جای بندی است چی میگی؟ گفتم باش که من را با خبر بسام تا حالا من چپ گرفته بودم خدا حالا چرا چپ بگیرم با مسلمان از بنده خداست بیادرش بیادرت برده ما کمش بگی که بیادرت پیدا شه یا مردیش یا زندیش الهی خیر نبینه خداوند بیادر زیر خیر نته چوری کار سر بیادر مشکلی که از من نگوی مادر میگم اگر رضایت تو باشه اگه این موضوع کل چیز حل میسازه مازر هستم که مو بچه کاکای ماما بگیرم مادر چی؟ چرا بگیری بچه؟ به خاطر کمی دشمنی بیا خلاش همو دخترم دقیقه ای گپا نباش چرا بچه تو خدا بسوزانی در بیتی برای چی؟ خدا قربانی خوار کنی هیچ وقت دلت دیگه گپا نگردان دختر منوز من زنده هستم ایلا میته نمیته من نمیمانمشه که تو دختر نازدانی دردانی خدا من دبد چیز بتم آسانت هیچ من کار ندارم این گپا را هیچ خوش ندارم بچه نگویی دخترم زن کاکایم خب پشت ما را اعلان نمیته مادر زن کاکای تا خداوند در دم بیاس بستش کنه زن کاکای کار خدا بکنه مادر جان موضوع 2 لک روپیه است او دخترم ما کجا که پیسه داریم امی 2 لک روپیه را من میگم باور به خداوند داری با من نداده بچیم بر من خب بتم در پا 20 پام دادم بیای به شما نشان میتم میفهم مادر خداوند دادم از دروغ تومت میگه. ناق نجات بده حالا خداوند میگه که تومت ناق نجات بده اما قسم بخوره که به من داده خیر ما قرض وام میکنم برش پیسه میتم من پیسه سر از او را بخوره مگم به من نداده دخترم حاضر هستم من می قربانی را بتم فقط تو خوش باشی منم یالت دیده نمیتونم نه بچه میگه پنازن او دیدی که چه قسم بیا بسه چقدر جنگیر است من میتونم که تر تندور لچ کنم دبای تندور خیر مادر جان ما حاضر هستم نه بچه از تو که ما مادر میشون زیاد رنج میبینیم اول چرا خب باز گریان داری خلاص شد اون مسئله خلاص شد نکاح میکنی میری دیگه چی غم داری خود دوست داشتی شونه میرسی برش دیگه چی شده باز چی شده
این گپ همه مردم از این کاراش خسته شدیم سلما، به خدا خسته شدیم. خود چی تو کنم مردم میگه در قصه مردم نباش. کاش همین کار نمیکردی، کاش حالا به نام نیکی یک جای رسی میکردی. حالا خیر خواهر چی شد و گذشته را گذشت. آینده فکرت بگی، اونو نکاح میکنی میری خانهشان فکرت بگی که باز کدام خطا نکنی. از زندگی که من پیش میبرم از کالش خسته شده. از چی خسته شده بودی؟ از ما خسته شدی؟ از خودم. نه خلاصه گپ نبود از ما خسته شدی؟ نه از خودم از کل این کارا از کل این زندگی خسته شدم. آسولا خیر خودم چوب بشم مادرم باز بشنم اینا باز جگر خون میشه. خب خلاص شد چیزی که تو گفتی ما گفتی تو کردیم دیگه. گفتی نه این بچه را میخوایم گرفتیم با این بچه دادیمت. خب باز چرا گریان داری آسولا بیا اینجا بخی. چرا گریان داری؟ گریان نکن خوارم خیر خلاص شد دیگه. چیزی که شد دیگه. اینا نکاح کو برو خیره بعد خوشی و زندگی کدام خانه. او دختره به خدا چبلقش من فرق یک دو سه تا میزنم بفهم اصلاح شی. حال راست میگم ما راست میگم یا تو؟ نه بچه بیا. روز گفتم کلام ریزه شروع کرد فکر کن. خاله من میرده خانی ما. او بچه ما بچه قرب. کات لالای مرسی میکنه. او بچه دختر تیز جواب ندارم مگه خورد سوالش جواب بده بشین جای. چرا میری نیت نبینم دختر خوشم نامد دیگه. تو از حالا کات از این تستی اگه اونم بیان پارت پستش میکنه دل جمع بشه. میروش مندازم. نه فکر که بچه بیار به میساب این خورد است که. مادر جان گپ است در کجا چرا مقدر دل ما از پیش شد. ملکه جان مقصد در خانه کار دینش من سر روی شینم تو میکنم که تاکسی عمر داره 50 دادم. افسوس که جوان شدی اگه نه تو یک زدن بتم تو دختر کمی که پیدا کرده تو خوب تا خانه برم گوشتایی بتم فهمیدی تو در هر گپ میزنی. میگم نگیرینم دختر مادر جان. بچه قندم قربانت چم. آره بیبیت ادمن گپ یگان تا کدام کار خود داره در خانه. آره دختر خب برو گپ تو گپ شد نمیگیریمش صدقه چم سیز. او پیسه را به خاطر چی که حتما پیسه که یک تا بالا از بابیت بود تقاوتی میره امیر قبچه برده به اونمو داده. من میگم که داره چرا یک پیچه سفید دروغه باز بی جا مساج کرده برو بعد جان از او دروغ میگه نمیگه در زندگی خودی که حتما کدام گپ است بچه. من پیسه خدا بگیرم و دختر کار نداره. باش کنم تو بکنه که پیسه را بگیره پس. خود 2 لک روپیه میگیرم اینو از یک جای دیگه دختر میگیریم. 2 لک روپیه دست مالارا یا مت ماندگی نخت دست طرق حساب میکنه بعد میتر. مصرف کرد از اونجا جمع دخترش که لالای من نمیگیره و پس پیسه ما رو بده. راست میگه. خب نه باش. پیسه ما رو بده دیگه پیسام سرش باره. پیش ما تو باشه می پیسه خود ثبوت چه اونم بگویم که پیسه را برد مادرم پیسه را برد چرا من نرفتم چرا من نبرد که من نشون ندید که پیسه را آره بیبی تو میرم منیم که چی گپ است ای بای نفهمیدم مثلا مادر جان گناه بیبی من چرا تو را نبرد؟ نه دل جمع باشه نانو جان تو خیلی ذره کنه تا لوده مجاز هستی گوش کنی که باز نگویی که آمده بود ینگیم برام گفت. نه میگم جو تو در چرت موندم که چرا بیادرم چرت شوه خدا نکنه که کشته شوه کجا هست؟ به خدا از برای خدا خانه بیادر از این خراب کنه. این بیادر که مرا به دشمنی برده سرخور خدا لش کرده هنو اگه سر مولودکای سر دخترکای خود امروز می بود خدا میدانه که در بینشان چی گپ است چی سخن است این پروردگار اگه بفهم ماش نمیفهمیم میفهمی یعنی که ما شما نمیفهمیم که در بین از یاد چی گپ در بین خسر براو یاز نه در بین بیادرکتا در بین خسر بریش دین ما کمش بگی که بیادر تا یا زندهش پیدا کنه یا مردش پیدا کنه. حالا مو بیادر من از تو چیت میشه ایوارت میشه وقتی که تو میفهمیدی خچه رو بر روز اول نگفتی که از این خان قرصکش میگرفتم میتونم بیادر من پیدا کنم. مرا اختار داد که نگوی حالا ما خب چپ آمدیم بعد گفتیم که نفهمه که ما این گپ بعد تو زدیم. خب تو خیلی تر از خب خدا که میکنم یایم از خاطر نسوارت نمه گپ میزن یعنی نسوار از مرد و پیلاکا کوک نسوار ایلا کدم نسوار ایلا کنم اجمل دیگه بیخید سرمغال مغال که دیگه مادر دیگه خانه من نسوار نبینم چندی روزا ما وزی جنجال سر نسوار کردیم ایلا شد یک دفعه که عمل شد دیگه اوشی میگه خویه که در شیرشش در مرگ اگه پس شوه دیگه نخواد آدم میتونه بر 3 ماه 4 ماه این کمی فشار سر اعصاب آدم بیا بازل بده و سر عمل نه سر عمل نمیدم خلاص فشار این دفعه کنش که اگر فشار سر اعصاب تمامت سر نسوار ندو بده و سر سیگرت بزنم
الو دل جگر خودت که دود پر کنم تندول خانه جور کنم چی نسوارم دیگه ریشای دندان میسوزانه از دندان زود فیصلیت میکنه رشته عصبی چشم میسوزانه از چشم زود کرد میکنه دیگه دانتم بوی میته خرگنده آوره همه چیز سر خود میگیری مادر مقصد تو خوش باشی نه من حالت تو رو دیده نمیتونم نه بچه که تو مریض باشی تو جگرخون باشی دختر گلم ما خود دختر ما نمیتم دختر ما والله که گفتی یگان تا با میلونا نمیتم دختر میچ گریان نکو جان مادر نکو گریان ایف اشکای قیمت باید نکرده که تو گریه کنی خود تو در این حالت باشی من چی کنم ایج ما تشویش جگر خونی نمیکنم من آرام من خوشحال هستم نیست مادر تو از ضرور خود خورده میری نمیخورم من هیچ دل من نمیخورم دختر تو در پالیم هستی اون سلما شکر شما دوتا هستید که رفت آسانات چی کنم دیگه ایتا شما را خداوند برم زنده داشته باشه جان مادر هیچ وقت گریان نکن گل مادر میگم مادر کاش که پدرم میبود یا یک بیادر میداشتم خدا مهربان است بچه ای تشویش نکن ای تشویش جگر خودی نکن زن کاکای میچی تومت سر ما نمیکرد خو خیلی خداوند خودش جزا میده آخر بیدی که چه قسم جزا بده میگه زدن خداوند بی صداست خداوند بزنشه که دیگه هیچ بالم نبیه مادر مگه من راضی هستم اگه بازن کاکای مامد کدام گپ تا بالا زد امی پیشنهاد برش بده مازر هستم مادر جون میفهمی از آسانات خانه نمیشه امروی امیم درگیری نشدشی امروی مریم امروی زبیادر کلانش فردینه بفهمان که بره کارو بار کنه حداقل یک چند وقت دیگه تا نمایی که خوب تیر شوه ما هیچی زندگیست که ما داریم خدا میره خوب زندگی با ما داری چرا این کاره کردی آسانات هنوزم تو گریان داری پیش از اینکه فردین در زندگی بود چی رقم زندگی داشتی چقدر خوش بودی مثل ملکا در خانه بودی چرا تو شدی تو آسانات از خودم خسته شدم این حالتی که سر من میان یک روز مرئی از بین میبرم فکرت باش خب فکرت میگرفتی از اما اول فکرت میگرفتی نمیکردی کاره حالا کدی نفسش نباشم هر وقت ببینی تو گریان میکنی امروی گریان یه چیز جور نمیشه اگه امروی گریان چیز جور میشه دی بچه کتازی بچه درگیر نمیشودی نکو گریان آسانات نکو گریان خلاص از این زندگی تاز دیگه مجبور هستی که از این رقم بچه و که از این رقم فامیل تیر کنی هنوز خب بسیار کم است باز من میبینم که خانه همه چی رقم تو آرام میباشی من هیچ نمیفهم که کدام گپ است بچه من هیچ مسئله بیبیت نیافتم اگه نمیالا باید خوش نیست تو خوش من خوش هستم اینا کنم پشت نیستی بیبی بابا بر دیلاش کردم گفتم خودت میفهمی کار میفهمی که مادر جان هر روز در خانه ما دواز بعد از همون کم دختر نحس گرفتیم خاک در سر ناس گرفتیم بیخی خانه ما خراب شد بیخی هر روز جنگ داوا داری مادر جان چی؟ آرام است نه بچیم چی آرام هستم اگه ما آرام باشم باید بالای کلم بنگ 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 میکنه بابا میکنه برای سر ما چی حوصله داشته باشم این تو شما تو میم یک آدم اون کل خانه نه مادر ما چرا مادر پولیت هستی مادر جان ما به احترامی تکانم میآورم تو این وقت گپم میزنی من رای میبرم چرا که قوم است بچیم بیگانه نیست اما تو نگفتی گریخته سیاست آدم تو چرا گپ میزنی بچیم نه مادر جان میالا چرا قارت بیا گپ حق که بزنم قارت نبیا مادر جان ما خو یک فامیل هستیم ما برات پیش هستم میاوا من میگم سنویت میشه در خانه به قدر به عزت الا کنه برکت خدا بد قوم کنید بی قوم نه بگو خو اونم قوم است ما از بابی گریختم ما تال رفتیم که دختر کاکایم نواسی کاکایم بگریزه نمیتونه خودت برابر میکنی نه خیوب قوم است تا گور شوی تخت شوی متا چی کاری چی مادر خودت مرد طرفا نگی اینی جستا چون مثلا گپ زده بتام کردم گاین سوسای کم گاین فشار مرا بالا میبری دختر را که گرفته بودیم امورا میداد خود چرا تو میکنی مادر تو با دختری رسوا میکنی یا بزن مشه برو مادر برو بخی خود نمیخوایم هم دختر این پرت پوستش میکنم باش خانهشان برو الله اینا متوس که اینا مت اسکلیت مانی برو دیگه دفتری مادر برو دختر برو که کاتلی میدم میرید میزنم برو دیگه اینا تو بچیم تو میفهمی تو پشت گرفتی مالک که اینا متوس سر ما زبان پیدا کرد خلاص نسواری بوی نمیده
از نسواری هم خرگنده و رای خانه و جاش باز بوی میتازه چی سیگریتی ها نه سیگریتی ها نسواری ها تو خود نسواری خراب داره دین خانهش داری که بوی سیگرت هست که های دلت بدبخت میشه نانو جان صدقه جان نه با نسوار تازه نسوار خدا اینا کدیم یک کمک سر ما تو چرخت بخوره نورمال نیست تا یک وقت تو یک 2 ماه 3 ماه در بر میگیره تا که یادم بره باز که یادم رفت دیگه باز خلاص رفت دیگه پشترای خود دیگه دوایشم میخونم گلم شد جمعی کن فاتحه خونی شد خب مادر جان شیرین جبه نمک بریم مارکب چه نیال نرو امروز نرو باز به یک آرامی برو بارامی برو شو شد صبح شد چاش دیگر شد در جانش بران نرو چطور شما مگم دلکت سخت دارین مگم دلسوز نیستین سر یکی دل امی تو در کجا ننگری کردی مکردی نه میگی که باش که نمی برد بمی خود در خانیت می آمدم پیشانی تاش خدا پیدا کنه حالا خطر شد نگه که سر پری چی یک نزد چی 100 نزد چندی سال هست که بیادرم گم شد او را بر من کدام پشت گو پیدا کنم من کدام زیر زمین پیدا خب بلای خدان کشتن خدان ماندن خدان بندی کردن خدان چی کردن فروختن او لوده او ساده ثبوت به قرآن خدا بیادر ما باشد خدای ناخواسته بیادر ما باشه ایسه که چرخک شده چرخ میارم یا زندهش از پیشش میگیرم یا مردهش از پیش میگیرم مردهش که از پیشش گرفتم اونم تا بیادرشم میکشم زندهش از پیشش خاطرشم بیادرشم بکشم تو خو کتا دشمن نستی تو خیلی لوده هستی دیوانه هستی به خدا تو لوده هستی او لوده کودن او لوده کودن ترا میگم سنما سایکو خمچشم چشمت پایان نپرتو گپ نزن در چشم بگی گپ زن شما هستی که بیادر نخواهی پخورب کنید میشه که میتونی سرشوی خود کنم را جوری کرده باشی برو ینگا جان دلخواه تا بگو من خب بد بودم من خود نه در خانیم در آمدی نه در خانه در آمدم من خب بد بودم در خار چشمتان بودم من غریب بودم در خانیم نمی آمدین امروز که بچه نر واره خدانمات در زندار شد خود رسان امروز کل در اومد جمع میشه خوب است دیگه حالا در دور ما به خاطر از این آمدیم که ما که تو رفت آمد کنم خوار جان ما به خاطر این از امی آمدیم که من خبرت گفتم اینی مغز در کار پرتو کلای تا در پیشت بان سر تا در گریبان تو نتو درو کن شوق خواه کردی چرت بزن که ما به فایدید گفتیم یا به نقصد دیگه بلایم در پس خیلی میاد مادر جانش خیلی نه هرگم شاله میگم نفسه گفته چه بلاسی تو اگر خدا آساناتم راضی باشه او خبر شوه که از خانه فرار کرده از خانه رفته او هم قبولش نمیکنه نامش دگام بد میشه خوب است که امو بچه همه من بگیره من میرم بچه کاکای من میگیرم خیره دختر می یک رای حل پیدا میشه صدقی چم نمیشه مادر پیدا در مقه وقتا رای حل پیدا کرد ما کت سلما خورد باز گفم میرسنم که سلما خورد گپ میزنم که چی میگم تو تشویش نکن من به هیچ قیمت نمیمانم که ترا ما برازو بتم مقصد تو تشویش نکن مادر جان تو تشویش نکن تو بخ دخترم تو بخ این تشویش نکن فکر تا دیگه سکو بده دخترم برو مادرم سیس مادر جان این حال دیگه جنجالا من چی کنم او دخترم تو از حقیقت خبر نداری تو چرا تو گپا میزنی چرا تو گپا زدی دخترم گپ دیگه جایز گپ دیگه چیز و بچه خداوند این نفیسه را خواهم میگم دادم بیاس بسته کنن چی کنم ایران مانده به خداوند من خوارت بودم تو همیشه میره میگی که سلما تو کردی من خوارت بودم چقدر نصیحتت کردم چقدر گفتم نکو همی کاره روزایی که بچه آمده اولی ساد میشه چقدر آمدم چقدر او لوده را فهماندم او خو نمیفهمی تو خو بچه همه بود بیگانه بود تو خو میفهمی تو خوار خودم بودی چقدر نصیحت کردم برات من درک آسوناد من با خوبیت میگفتم آره که قبول نداری میگه نه نمی بچه همه است و زندگی است و خلاص دیگه تیر نمی زندگی را چی میکنی حاله با خاطر چی گریان داری آسوناد خیره چو بیشی آسوناد گریان نکو خوارم خلاص شد دیگه جنجال خلاص میشه خیره یوم تیر میشه دیگه جنجال غم و چی را تیر کردیم یوم یک گپ دیگه خلاص میشه دیگه یک موضوع زن کاکایم خلاص شوه دیگه زندگیت راحت میشه باز از ما نجات پیدا میکنی سلمایی را بفهم که هیچ وقت در زندگی ما خوشی نیست خب هیچ وقت خوشی نیست کاری نکردی که تو خوشی ببینی در زندگی کاش
کاش یک کار میکردی که در زندگیت خوشی میدیدی. حالا باند خیره در قسمش نشد. تو چه به خاطر چی گریان داری؟ به خاطر از گریان داری که امرای بچه همه نکا میکنی؟ بخوان دیگه بخی الا گریان نکو بخی امرای برو امرای آرزو کارو بار کو یک ذره طرف پاکو من میرم طرف شفاخانه فهمیدی؟ بخی دیگه خدا جمع جور کو بخواسنات این رقم نشی بخی اگه رقم بشینی مادر ببینه باز جگرخون میشه طرف مسای کو خدا جمع جور کو بیرو بره این رقم بیرو نبره که مادرم نبینید من میرم طرف شفاخانه سیستک خیلی شما اینا تو کنید چی گپ از دی خانه هیچ کس گپ مرا گوش نمیکنه هرچی میگم هیچ کدامتان به گفت نمیکنین خیلی تو بیا زن خو بیارن در خانه که من از چی جور میکنم در ماشین کالاشوی بندازمش که سمسه ای ذهن از پاکشوی مردار خور گنده از اول خو میگفت نمیگرفت خو نمیگرفت علالایم کرده چیز زیاد پیدا میکرد اینم ترچی که من میگم شما گپ گوش نمیکنه از اول گفتم که دونگل و قور نگیرید این تو دندرک وری من کرم چی وری جو چا وری از روزی که دختر گرفتی در خانه ما را روزم تو دواسای تو که تو پدرم دلت چرک شده چی کنم بچه حوصله ندارم بیاک برم چی کنم حوصله ندارم قبر بر میکنی صبح بون که من دفعه ببین بیخم چی را مسکلانم برات خلاص دلتون جمع میکنم بیغم شوی والله هذا پشتتون که بیخی مر دیوانه کردی وسط بیشی بچه‌ش دخترای دین دین صبح که میشه لباقه گوش ما پف میکنی یا الله جان تو کمک کن خدای از این بدنامی و بی‌عزتی ما رو تو نگاه کنی یا الله جان اولو قوی نمتر است گفتم که اونمون توقی است خیلی نبیرین دختر در خانه ما او دختر چوب بیشی او دختر خدا یک ذره اصلاح کو باز میگه قومم است ما دخترت نیستم دخترم هستی با جایش باش خیلی از چرا گپ من گوش نمیکنی او دختر چرا گپ تا گوش نمیکنم گپ تا گوش میکنم بود سر مردم گپ میزنی سر قوم گپ میزنی بلا ایستو بیشی چه قوم تو بلوکم گرفتی نه فکر کوی او دختر ما تو چی گفتی بانم کم تو گنگ پشت گپ بگردی بیا تو بیا نه فکر کوی نه لالاک را نجم مونک میگه لالاک بچه داره موگه پسالیگه که نه دیگه پای ملکه را گوش میکنن که پای من روی هلا بچه ما کجا گپ تو را گوش کردیم گپ پس گوش نکردیم تو چی چوب ماندی من فقط بگی با گپ تو را گوش کردیم از گوش نکردیم کل گپ مانده بود مادر جان کالی که تو مفتا گپ ملکر گوش میکنی از من نه فکر میگن فقط مراز کنم جای دیگه گرفت اولادشون نباشم دا سرکای زغال افتیده بودی آوردم تا ما بینم تو میگه غیر من هر چیز میگه بیبیم غیر من میزن الله خورزید میکنی آلی خورد نیست که بیادر زنده مردش گم است میگو بیادر سرکل شد کجا برده بیادر منه بیادر من کشته بیادر من چی کنه من رفتم دیگه خوراک گمش من حوصله ندارم من که 5-6 بگویم خودم ناجور هستم فشار من بالاست من رفتم با مال خدا فشارت بالاست و خدا تا کدام گپ نباشه که خانیم دی چی نانو تا خوردم او تا خوردم چی تا خوردم جو بخوری من که اینا نوتر خودیم تو از ما رو بخوری برو گمشین گم کنید خدا خاک دست نمشوه برو خاک دت قدراز بی نماز برو گمش خاک دست برو بی دوست گوتک نه یا ماده خدا اون مرا جنگ مندازه خدا اون چه رقم کنه که زن بیادر مندازه دید که دیگه خودش اینجا سیاه نشد نه در جان من پایلش کنم من برم که سای خدا اول مقبول کنم من تا خوب دقیقه پیدا نکنم پرسان نکنم که بیادرم کجاست که بودش من برگفتو کنم من برم که از یه جنگ چنگاری کنم چرا بزن دوستی خدا خراب کنم یک دالیز خسته مگه کدام گفت سرم شد هرچی نباشه بیادر زده من زن بیادر است میده و می اول خبر من میگیره باش که برای میبیایی چه میانم نمیرسی بیبی آجی چطور مرا کشی چطور آمد خانه ما کنم گفت خدا رو خدا کنم مادر نکنم چیز نگوی نروا دیگه خانه سلما شد دیگه حوصله جنگ و دعوا نیست دیگه
مشکمی چای برم زید بامون که چی میگم آرام کشیدم. برام بیا زید تشنه میری نه بچیم گفتم برم خانه برم. چرا بیشی حالا ما چای در میکنم. بچیم خیلی بینیزن. نه حالا بریم بیشی تو. نه دیگه چای تال خورد دیگه هیچ همی حوصله چای هم نیست که. چرا حالا؟ نه من اینه چای زود دم میکردم حالا. نه خیلی بینی زنده باشی با یاد خدا باشی بچیم. آره میره قم باد از چقدر دیر باد آمدی. شکر که امروز جور هستی نامخواه ماشاءالله جوان شدی دیگه. خدا خوب یک وقت خوب نصیبت بگردانه. وقت تواز کنه در خانه خوب آرام بفتی. باز مکایت رفت آمد کنه مادرت خوی مادرت خب برات معلوم است. والا دمیرا رفتم اما که شما شدم گفتم باش که پس بیم دختره که جدید ما که بیا خانه ما برو نمیرم اینجا خانه ازم خانه نه رفتیم خانه ما میرفتی پس خانه شما میرم. ما مادر نیستم. نمیکنم شما اینو متکنین. خب اگه ملکه را من خوش دارم میگه اخلاق خوب خلقش کار کنه و اخلاقش که بطورش نیست. هر دقیقه این کارا میکنم میبینی جور را اعلام میکنه میده و میاد به شما. این دختر مردم که قسمی رفته نمیگیره لاله اشکایت پاکو دختر اشکایت پاکو. نمیکنم بانی نمی تو خوشحال هستم که من گریان بدم. اینه یک همه دیگه ای با ما جور شد تو ملکه اینه حالا ما چی بگیم که تازی حالا ما چی گفتیم تو بخوام جور را بیار بر که دو سه تا قشکی جارو در میفرق کنیم. جارو مرا بزنه به خاطر از دختر لوده. دختر لوده نگو قوم است دختر. دختر لوده است چرا میتونه از اول کرد؟ ملکه چیز نمیگیش بخیز جانش. با خوشحالی آوردی چرا؟ بیخ نزنه که میخیز پشتم جارو کجاست دختر؟ هنوزم اونم قوم میگی هنوزم. نکو خواهد دختر اینه سر میده که دیگه دختر به ما یاد نکنی فهمیدی؟ بس آخه شما میگین که دختر میارم شما در خانه بیارنش که حالا ایت نمیارم می تو خوش باش ایت نمیارم جوروره که تو با من میگیری با امو میگیری با امو چپلاخته که با من گرفتی اونو مرده جانی میگیری نه دختر مردم بزنم میزنمش صبر کن لالای ما میگم میگی تو کارا میکنم سرش خاطرم پلا نکایت میگی برو بیارش نه بچیم من میگم نبیارینش یعنی ملت میخوره دست لات میخوره از پیشم بیا دیگه ملکه جان این نوتر پیمان کو بیا الان کار چیزیات میافت که تر میکنه الان کار مقبول پیدا میکنه حالا تو کم کات از مردش که ملکه را خوب میبینی مرا بد میبینی بیا تو میکنین بیا زینم تو راه انداختین غیر گپای ملکه رو گوش بچیم چرت نزن بخیر دقیقه گپ از نشه بخیر هیچ را بخیر نگوین من میرم غیر نم تو میکنین نمیگی هیچ کات ما تو چون نمی کنی فهمیدی باش بدل او دختر برو قسم خراب کنی برو تو با تو ایلاین بتی بیشی کجا میریم حالا دختر اینو میری پیش شکره سکوی چی جور شد تو وای دختر مرا بیخی دیوانه میکنه به قرآن ملکه تو چیز نمیگیش ها حالا خیمت چی بگیم اگه بزنم میشه خب بگیم حالا آخر میگم ملکه را خوش داری مرا خوش نداری حالا ما چقدر دپشوری از استاد شدیم من نماندیم که پدر چیز بگویم من نماندیم که بیادر چیز بگویم من پیشوری تو استاد شدیم پیشوری بیبی مستاد شدیم که چیزا نگویم حالا خیلی باز چرا یک قسم میکنم ما چی گفتیم ما دختر دیدی مایران به خود ماندیم که چی گپ است مادر جان این گپ به خاطر ازی دلش پر است که نام رفت نان رفت کل چیز رفت بلا بچیم شد میگوی قربان چم بچیم شکر کاکاز بانکاز بچیم بیادر کدام کمبوتی دار نه شد خوارک بچیم اوی نشد لرمی میرم دگیشه میگیریم حالا شما چرا قد شد میزنی شما را کی مانده به مقگب نه بچه قندم صدقه چم چوب باش اینمیم دفعه گپ خلاص از دیگه این دیگه من نمیرم مرا بیتم تو بکشم کومیجه برم بگوی که تو کش کدام مرا برم من نمیرم این از خاطر تو نمیرم از خاطر اینمی قرچه نمیرم که خوش باشه که نگوی که من ملکه را خوش داری مرا خوش نداری بیخی مرا این دختر دیوانه کرد این یک چیز دیگه پریشانی است یک جنجال دیگه بر من خلق کرده ملکه را خوش داری قرچه تا نشنه حالا باز می جنگ میکنم میگه یک قطعه یک قطعه چوب کالا باز می ایده جان ما میری شکن تو مرا گفتی ملکه را نگفتی
مادر جان ما برم یگان کار خدا کنم. نه برو پشت پیشمو دلاساش که باز بگو دیگه دفعه باز در مادرم پخ بزن. من ایره بیابری کار ندارم، من بی عزتی را کار ندارم. یا ایست که به من دختر میتی یا ایست که من رازت پیش اولادای افشا میکنم. گوش که بیاجی خلاص همه قبط ما برات نکرده باشم که تو همه قبط هستی. ما همه قبط نکردیم. دلم آرامی بود. صدقه چم دل تو خوش از بچه ما مادر داریم. ما دلم خوش نیست برات بگویم. دل من خوش نیست، هر روز دل من غم میخوره. جان خیلی که آخرش چی میشه؟ مست آخرش ما ایران مونیم که چی کنم. 15 سال یا 12 سال میشه که بیادر زنده و مردهش گم است. میگه پسر اینمی بیادر خود میگیری گم کنه بیادر تا. خو نه حالا بان که گپ معلوم شود سمسایی یک بیادر کم خدا خوشتیش ماندیش خداکم چاچو کوری انداخته باشه. دلم بخی نارم از تو دختریم تو مرا بان ما برو. نه نرو تو بیشی حالا پرسان کن که بیادر من بیادر تو کجا برده؟ نشستی تو فردین قار بوده که قسم برات گفته. بعد که قسم بگه که برده خانه پدر قرار بشین. دختر گریختاندن بگو یاد داشتی آله ازش منصرف شدی چشمت سیر کرد. بچه می جنجال جور نمیکرد می اختار اینمی را داد که میگفت که چیز از خاطر موضوع آسانات که میگه گفتم مادر جان شنیدم زن کاکایم درباره پدرم گپ میزد. باز موضوع پدرم کی یاد کرده برشان؟